پس از آنکه در اجلاسی 16 شورای عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به حیث رئیس شورای عالی و بعداً به حیث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند، در یک وضعیت نهایت حساس و در وقت خیلی کوتاه توانستند وضعیت را به اعتدال آورند و به تحکیم استقلالیت و تأمین صلح و ثبات در تاجیکستان زمینه گذارند. البته این یک خدمت تاریخی و در حق ملت تاجیک قهرمانی بی‌تمثال است. آغازی نوین دولتداری تاجیکان بعد اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان است. البته زمانی که سخن درباره شخصیت یک نفر می رود، واقعا ما باید که با حرفهای زرین ثبت نماییم که شجاعتمندی اساسدار صلح و وحدت ملی بود که مردم را مثلا گریزگان یا اینکه پناهندگان میگوییم، چون کسی که چگونه ای که نامبرش را نکنیم و همه این وابستگی داشت به خود یک شجاعتی سیاسی سرور دولتمون که مردم را متحد کرده توانست. و البته نفرانی که مثلا ناآشنایان ملت یا اینکه ما با هر شکل مضمونی که میگیم که مقابل حکومت کنستیتوشنی بودن، به خوبی درک کردن که دیگر راه نیست. نوابسته از آنی که اونا تا امروز بعضا خلافت نسبتی مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان دارن، لیکن در همان زمان درک کرده بودن که یگانه شخصیتی که از همین حالت کشور رو رها کرده میتواند این جناب عالی محترم امامعلی رحمان است و این بازیافت واقعا یک بازیافت تاریخی برای ملت تاجیک بود. ایده وحدتی که در تاجیکستان مستقر گردید، این ایده برآمد این ایده از اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان بود و ببینید در دنیا زیاده از 50 تا 70 نزاع‌های فعال هستند که از اینها 2 یا 3 شمارهشان مثلا معتدل گردند و یکی از آنها همین نزاعی که در تاجیکستان رخ داده بود و واقعیت دارد و ما شاهد آن بودیم که جنگ شهروندی که در تاجیکستان شده گذشته بود، کشور ما را با یک نیستی با یک از بین رفتن قریب که آورده بود. اما اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان توانست با راهبری اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت زمینه وحدت ملی را گذارد و مردم تاجیک در مدت زیاده از 5 سال گذشته بود این جنگ شهروندی، در سال 6 علیه نشانه های وحدت بعد سر شدند و وحدت ملی فراگیر تمام کشور ما شد. در آن شب و روزی که بی محابا اکثریت مردم می ترسیدند از خانه هایشان به کوچه برآیند، پیشوای ملت با جرأت تام به عرصه سیاست آمدند و نوابسته از متشنجی اوضاع جامعه توانستند که ملت و دولت تاجیک را از ورطه نابودی رهایی بخشند. به گمان غالب این خدمت مردانوار از خاطر مردم تاجیک هیچگاه زدوده نخواهد شد. اون زمینه‌گذاری‌هایی که در این اجلاسیه شد زمینه‌گذاری‌های واقعی بودند، زمینه‌گذاری‌های بنیادی بودند. اما یکی از خصوصیت‌های بسیار مهم و فرق کننده این اجلاسیه این است که واقعاً هم این اجلاسیه به ما لیدری سیاسی را داد و چقدر در بالا گفتیم ببینید در یک دوره بسیار حساس بود، یک دوره بود که هر کس جرأتی به دوش گرفتن دولتداری را نمیکرد، چون پیشوای ملت خصوصیت سروری خاریزماتیکی دارند، یعنی لیدری خاریزماتیکی هستند. شاید که همین خصوصیت باعث شده باشد. خب ساده کرده گوییم سروری خاریزماتیکش یعنی سروری خداداد. این نفرانی هستند که همین
قابلیت و استعداد راهبری کردن، قابلیت و استعداد سروری کردن با آنها طبیعتاً هست، یعنی خداداد هست. شاید همین خصوصیت امکانیت داد که در همین لحظه حساس پیشوای ملت وظیفه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان را به دوش گرفتند و یک باری بسیار وزنین دولتداری را به دوش گرفتند. تقدیر یک دولتی که حالا تقدیرش معلوم نیست، مسئولیت یک پارچگی ملت در حالتی که جنگ شهروندی، جنگ برادرکش میرفت و خب نفران زیادی بودن بدخواهان ملت که این ملت را پاره پاره کردن میخواستند. انا همین تقدیر را به دوش گرفتند، همین مسئولیت را به دوش گرفتند و بینندگان عزیز از نوارهایی که درباره اجلاس 16 شورای عالی پخش میشوند شاید مشاهده کرده باشند که هنوز از سخنرانی‌های اولین پیشوای ملت محض در همین اجلاسیه که نواکنون خیلی جوان بودند و نواکنون انتخاب شده بودند، یک بوی امید بود، یک بوی باوری بود و بسیار اندیشه ها و سخنرانی های استراتژی بود، اندیشه هایی بود که به مردم امید می بخشید. در همان روزهای نهایت سخت پیشوای ملت گفتند لازم شود برای دولت و ملت تاجیک از بحر جانم میگذرم. همه ما شاهد هستیم که این شخصیت تاریخی به قولشان استوار ایستادند و مردم را به این روزهای با سعادت رساندند. به قدری همه این میباید برسیم و از فضای تنج و آرام شکرانه کنیم که در چنین وطنی آباد و زیبا و دارای استقلالیت کامل زندگی میکنیم. در اساس تحلیل، در اساس تدبیر اندیشی های زیاد پیشوای ملت کوشش کردند که با همون نیتی، با همون قصدی که در وجود داشتن، یعنی رهایی ملت از نابودی، معرفی کردن ملت و به دست آوردن صلح و استقلالیت صرف در تاجیکستان معاصر برسد. مسلم است که هر یک قصد و نیت باز از اراده وابسته است. اگر اراده سالم باشد، همون عنصر کاهش دهنده قدرت و توانایی انسان، یعنی ترس و هراس، از بین می رود و جرأت به وجود می بیاید. یعنی وقتی که در انسان جرأت پیدا می شود و خواه ناخواه کوشش می کند برای به مقصد رسیدن، برای عملی ساختن عمل نیت های خویش. ولی اگر ترس و هراس در انسان به وجود آمد، الکی این یک سد بزرگی هست که نمیگذارد انسان تشکل یابد، نمیگذارد عملی شود هر یک مقصد و نیت های در پیش گذاشته. البته ما شاهد هستیم، همگان شاهد هستیم که پیشوای محترم ملت از روزگار نخست پای عملی گردیدن همون نیت های سازنده خویش جسورانه شدن، یعنی با جرأتانه و در همه سفرها و در همه ملاقات‌هایشان که بهر به دست آوردن صلح و استقرار ملی فعالیت داشتن، البته هراس نبود، هراس احساس نمیشه و تنها جرأت بود. هراس نه هراس از مرگ بود، نه هراس از مثلا کدام چیزی دیگر بود، ولی همیشه کوشش کردن که با جرأتانه پای عملی گردیدن اهداف خویش شوند. و مسلم است که یا خوشبختانه میتوان گفت که در یک فرصت نه چندان طولانی تاریخی این نیت‌های سازنده که با جرأتانه عملی میشدن الکی ثمر آوردن، یعنی میوه این درخت شنانیده الکی مورد استفاده هست. از شکر شکر زیاده گردد گفتند. این ملت باید سپاسگزاری و شکرگزاری داشته باشد که خوشبختانه توسط سروری، راهنمایی و پیشوایی یک شخصیت فرزانه این ملت توانست که نام خود را، شرف خود را، فرهنگ خود را، ناموس خود را در عرصه بین المللی حفظ کرده باشد.
идеяи ба ҳам овардани миллат, идеяи якпорчагии миллат аз суханронии ҷаноби олӣ дар он ҷо пешниҳод шуд ва ба мардум мужда доданд ки ман ба шумо сулҳ меоварам. ва ана ҳамин сулҳ меҳваре буд ки мардумро ба ҳам овард, зеро маҳз сулҳ метавонист миллатро аз парокандагӣ наҷот диҳад ва тоҷикистонро ҳамчун як давлати соҳиб истиқлол дар харитаи сиёсии дунё нигоҳ дорад. аз ин лиҳоз бешубҳа мо агар гӯем ки сессияи 16-ами шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба мо сарвари сиёсӣ тӯҳфа кард, ба мо пешво тӯҳфа кард, мо хато нахоҳем кард.